اینجا دفتر مرکزی رادیو زودیست و شما برنامه خبری رو تماشا دارید. شعله گلخوجه هستم. سلام. نخست مرور میکنیم به سرخط برنامه امروز 29 نوامبر. پرواز نرخ از مقیاس بین‌المللی تا نقطه‌های فروش سوزشواری در تاجیکستان. ارزش گاز مایع باز بالا رفت. دادگاه آموزگاری گپارتو را 5 روز حبس کرد. رهبریت دانشگاه مالیه و اقتصاد تاجیکستان میگوید معلمی بددهان کارمند آنها نیست. سببی ترک کار کردن این کارمند سفر به خارج کشور گفته می شود. حیات زنهای تنها در تاجیکستان شیرین نبوده است و یا چرا بیشترها رو طلاق دیده زیر ضربین و تحت طعنه و ملامت جامعه قرار می گیرد. یا مرد نیست، زنکو گاب میزنن بین و یا مرد دارن و یا گاب میزنن بین خشون ممکن موافق نمیاد. اما شروع میکنیم از آن که مقامات بلاروس پرویز تورسونوف فوتبالبازی سابق تیم خیری شهر وحدت را برای 2 ماه بازداشت رها کرد. او به شرط بازگشت به اوکراین آزاد شده است. تورسونوف 43 ساله هنگام کوشش برای مهاجرت در فرودگاه مینسک دستگیر شد، زیرا در تاجیکستان به افراطگرایی متهم است. مقامات تاجیکستان از بلاروس خواسته بودند که پرویز تورسونوف را به دوشنبه تسلیم کنند. وی 7 سال پیش برای ریش درازش از هیئت تیم خیری وحدت بیرون انداخته شده، سالهای آخر در دبی و ترکیه زندگی میکرد. تورسونوف میخواهد از اوکراین درخواست پناهندگی کند. در نقطه‌های فروش سوزشواری تاجیکستان نرخ گاز مایع بلند رفته است. رانندگان شکایت میکنند، مسئولین شرح نمیدهند. هرچند قبلا خدمات ضد انحصاری گفته بود که قیمت مواد سوخت در تاجیکستان به نرخ نفت و گاز در بازارهای جهانی وابسته است. براد یوسفی از پی همین موضوع بود. شرکت‌های وارد کننده و تاجر مواد سوخت در طول یک هفته اخیر قیمت گاز مایع را تا 40 درهم افزایش دادند. حالا در اکثر کل نقطه‌های فروش سوزشواری در شهر دوشنبه نرخ 1 لیتر گاز مایع 4 سومانی و 30 درهم و در همه نقطه‌های فروش سوزشواری شرکت گازپروم نفت تاجیکستان 4 سومانی و 40 درهم و مشاهده می‌رسد. مسئولان این شرکت‌ها از شرح سبب‌های افزایش قیمت گاز مایع با بهانه‌های مختلف خودداری می‌کنند. اما برخی از کارمندان این شرکت‌ها در صحبت‌های بدون نوار تایید می‌کنند که مونوپولیا در واردات مواد سوخت باعث به هر قیمت مقرر کردن نرخ مواد سوخت به خصوص گاز مایع شده است. با قول آنها شرکت‌های وارد کننده با منظور افزایش طلبات به گاز مایع قیمت آن را در طی یک ماه اخیر 2 دفعه افزایش دادند. افزایش قیمت گاز طبیعی مخصوصاً به درآمد از مسافرکشانی ضربه سخت زده است. البته این قیمت‌های همه را تاثیر می‌رساند. یک ماده همه. در تاجیکستان اکثر نقلیات خرد و بزرگ در برابر بنزین از گاز مایع استفاده می‌برند، به خصوص نقلیات مسافرکشانی و باربر. به همین دلیل بالاروی قیمت گاز مایع به همه محصولات بازار هم تاثیر می‌گذارد و ساکنان می‌گویند که چند روز بعد بالاروی نرخ همه محصولات به خصوص مواد نیاز اولیه را مشاهده خواهند کرد. در تاجیکستان شرکت‌های اصلی وارد کننده مواد سوخت از قزاقستان و روسیه به کشور گازپروم نفت تاجیکستان و فراز نام بر می‌شود. این شرکت‌ها حصه اصلی بازار مواد سوخت، گاز مایع و بنزین را در دست دارند. شرکت‌های خرد دیگر و نقطه‌های فروش مواد سوزشواری محصولات را از دست دوم یعنی از این شرکت‌ها خریداری می‌کنند و طبیعی است سخن نهایی در مقرر کردن نرخ مواد سوخت در تاجیکستان از سوی این شرکت‌ها ارائه می‌شود. از بد سخن همه بیزار و یا مجازات جوانان گپارتو ادامه دارد. رئیست کارهای داخلی دوشنبه میگوید این بار یک آموزگار دانشگاه مالیه و اقتصاد کشور را برای تحقیر یک دختر جزا داد. طول ماه‌های اخیر چندین نفری که برای بدرفتاری نسبت جنسی لطیف بازداشت و جریمه شدند اکثرا راننده‌های مسافرکشانی‌ها بودند. تبریز سروینازی روح‌الله میگوید ظاهراً آموزگاری بازداشت شده از جای کارش نیز محروم شده است. دانشگاه مالیه و اقتصادی تاجیکستان اعلام کرد که آموزگار بازداشت شده دیگر کارمند این مؤسسه تعلیمی نیست. این آموزگار 24 ساله اخیراً برای تحقیر و دشنامی یک دانشجو دختر برای 5 روز حبس شد و 2 هفته پیش از این حادثه از کار رفته بوده است. مسئولین دانشگاه میگویند سببی ترک کار کردن این کارمند سفر به خارج کشور گفته می شود. مسئولین ریاست کارهای داخلی دوشنبه اخیراً خبر دادند که از بازداشت آموزگار شریف جان رازقف یک هفته سپری شده بود و این جوان روز 22 نوامبر یک دختر 23 ساله را در مظهر عام دشنام داده است.
حکم این جوان دیروز از سوی دادگاه ناحیه سینای پایتخت اعلان شد و مقامات شریف جان رازیخوف را با اتهام مدعی باشی به 5 شبانه روز حبس کردند. نظر خودی این آموزگار جوان تا حال معلوم نیست که گناه خود را اعتراف کرد یا نه، ولی دانشجوی دانشگاه مالیه و اقتصادی تاجیکستان که جانب شکایتگر است و این جوان به حیث دعواگر در این پرونده شرکت کرده است، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در حادثه هفته پیش از رفتار آموزگاری خود خیلی ناراحت بود. این دانشجو دختر که نخواست نامش گفته شود خبری گپرتایی فحش مردان را بارها شنیده است، ولی گفت که گپرتایی یک مرد به سوی و آن هم یک آموزگار به سوی دختران آبروی معلم را در جامعه کاسته می‌گرداند. در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند که در 3 ماه اخیر دست کم 4 دختر از گپرتایی قبیح مردان به این نهاد شکایت کرده است و اکثر آنها ساکنان پایتخت بودند. رو می‌آوریم به موضوع دیگر. امروز کمیسیای مرکزی انتخابات گرجستان اسم برنده دوره دوم انتخابات پرزیدنتی را اعلان کرد. سالومه زورابشویلی تقریبا در تمام شهرهای بزرگ این کشور اکثر رای مردم را به دست آورده است. پرزیدنت گرجستان برای 6 سال انتخاب می شود، اما در آینده رهبری دولت را نه مردم بلکه اعضای پارلمان و نمایندگان مقامات محلی معین خواهند کرد. سالومه زورابشویلی وزیر سابق امور خارجه گرجستان در دور دوم انتخابات پرزیدنتی در آن کشور پیروز شد. وی در مقایسه با رقیبش نامزد مخالفین گریگول واشادزه تقریباً 20% رای بیشتر به دست آورد. ما امروز بالاخره گذشته خود را قاطعانه رد کردیم که مانع استواری جامعه، پیشرفت و نجات کشور میشد. انتخاب ما گرجستان امن، یک کشور آزاد است که شهروندان در آن حقوق برابر دارند. انتخاب ما مکالمه با آنها است که امروز به طرفداری از من رای ندادند. سالومه زورابشویلی به حیث نامزد مستقل وارد انتخابات پرزیدنتی شد، اما حزب حاکم آرزوی گرجی از او پشتیبانی کرد. به فرق از رقیبش که دیدگاه غربگرایانه دارد، زورابشویلی طرفدار تقویت همکاری با مسکو است. گریگول واشادزه با وجود شکست در انتخابات افسرده و نگران نیست. نتیجه مهم نیست. ما به هدفهای اساسی خود از جمله متحد کردن نیروهای مخالفین رسیدیم. ما طولانی باقی خواهیم ماند. همش تازه شروع شد. دور دوم انتخابات پرزیدنتی در گرجستان به ماجرا نگذشت. نمایندگان مخالفین حکومت را برای تعقیب فعالان متهم کردند و ناظران از قانون شکنی ها در حوزه های انتخاباتی گفتند. این شرمندگی است. ما شاهدی بی‌آبرویی به نام حکومت شدیم. متاسفانه آنها باقی مانده مشروعیتی را که داشتند از دست دادند. این آخرین انتخابات پرزیدنتی در گرجستان است که با حضور مردم صورت می‌گیرد. از سال 2023 رهبری گرجستان را یک هیئت عبارت از 300 نفر انتخاب خواهد کرد. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. تاجیکستان رو از 20 میلیون دلار قرض امتیازدار محروم کردند. قرار بود تاجیکستان از بنیاد ثبات و رشد اوراسیا، یک سازمان مالیوی زیر نظارت روسیه، این مقدار قرض امتیازدار دریافت کند. با گذشت 2 سال از امضای سازشنامه قرضی، ماموریت این خزینه حالا اعلان کرد که 20 میلیون را به تاجیکستان نمیدهد. چرا؟ به این سوال همکارم عبدالله اشورов پاسخ میدهد که حالا با ما در استودیو است. عبدالله سلام، بگو چرا خزینه از دادن 20 میلیون قرض به تاجیکستان خودداری میکند؟ سلام شهلا. بنیاد ثبات و رشد اوراسیا میگوید به دلیل اجرا نشدن چند شرط از سوی تاجیکستان اختصاص 20 میلیون دلار قرض را قطع کرده است. ماموریت خزینه ثبات و رشد اوراسیا برای اختصاص 40 میلیون دلار 2 سال پیش به تاجیکستان رضایت داده بود، اما بر عوض 21 شرط که آن را باید کشور اجرا کند. در این مدت تاجیکستان با وعده اجرای شرط های خزینه 20 میلیون دلار را دریافت کرد، اما اکنون ماموریت فاند بنابر اجرا نشدن شرط ها در مهلت معین شده دادن قسمتی باقی مانده این قرض را به تاجیکستان قطع کرد.
سرگئی گرباچوف یک مسئول بانک اوراسیایی تجدید و رشد گفت مهلت دادن قرض چند دفعه با خواهش جانبی تاجیکستان دراز کرده شد ولی مهلت نهایی دادن آن مهمه امسال انجام یافت و تاجیکستان دیگر نمیتواند آن را دریافت کند. خب در مورد شرط ها گفتی عبدالله، نخست بگو که این چه شرط ها است و چرا این سازمان برای وضع قرض داده‌اش در نزد تاجیکستان شرط میگذارد؟ حالا اکثر سازمان های بین المللی مالی هنگام دادن قرض و یا گرانت در نزد کشورها شرط های گوناگون میگذارند و خزینه ثبات رشد اوراسیا نیز استثنا نیست. طوری گفتم خزینه در نزد تاجیکستان 21 شرط گذاشته بود اما اجرا نشدن 3 شرط اساسی باعث شده است که خزینه از دادن پول خودداری کند. نخست اینکه خزینه میگوید یک شرکت دولتی تاجیکستان که قبلا از خزینه قرض گرفته بود آن را بازپس نمیدهد و حکومت تاجیکستان هم برای حل آن چاره نااندیشیده است. شرط دوم که اجرا نشده است این کم کردن فرقیت قرب رسمی و قرب بازاری اسعار خارجی در تاجیکستان است. خزینه میگوید یک مدت این مسئله حل شد اما دوباره فرقیت در بازار قرب رسمی و غیر رسمی در تاجیکستان با وجود آمد. خزینه همچنان از تاجیکستان خواسته بود که در مورد سود و زیانی از انداز آزاد کردن برخی از شرکت ها حسابات پیشکش کند اما تاجیکستان در اجرای این طرح نیز تأخیر کرده است. بنابراین خزینه از دادن 20 میلیون قرض عین حال به تاجیکستان دست کشیده است. فهمید شد. سپاس عبدالله برای صحبت. من برنامه را ادامه میدیم. یک پژوهش در 2 منطقه تاجیکستان معین کرده است که برای زنان بی‌شوهر و طلاق دیده در جامعه سنتی به سر بردن کاری آسان نیست. خود این زنان هم اقرار شدند که به علت تنهایی از احترام و اعتماد کمتر برخوردار بودند. این هم در حالی است که هر سال در تاجیکستان هزارها زن با مشکلات گوناگون از شوهران خود طلاق میگیرند و گروه هم با چند فرزند نابالغ تنها میمونند. سرویناز روح‌الله این موضوع را ادامه میدهد. 24 سال اخیر رجبگل برای فرزند یگانش هم پدر و هم مادر است. در دوران جوش و خروش جوانی او درک نمی‌کرد که نبودن مرد در خانه دردی سرش می‌شود. وقتی که من کار میکردم استرکتورای حربی با منم میگفتن که تو درونی مردکا بودن منو دشنام میدادن. 2016 منو زدن. رجبگل محمدقولова ساکنی محله پختکاری ناحیه سینو است. او میپرسد چرا در جامعه تاجیک برای آن که زن تهمت و تحقیر نشود حضور مرد حتمی است؟ یک پژوهش اخیر سازمان جهانی اینترنشنال الرت هم تحت عنوان زندگی شایسته در 2 منطقه تاجیکستان سوغد و ختلان معین کرده است که اکثر زنان جدا شده و فرزندان آنها گروهی خیلی آسیب پذیرند، زیرا زنهای تنها زیر ملامت جامعه قرار میگیرند. سبب که ممکن که در خانه مرد نیست زنکو گام میزنن بین و مرد دارن و گام میزنن بین خشون ممکن موافق نمیبیان. اکن چی مسئله که از طرف ما بود ما فهموندی کردیم. روانشناسان میگویند این پدیده بر روان زن تاثیر میرساند. همسایه های رجبگل هم میگویند او همیشه عصبی است. همون مغازین هم میره میان گودکارو سنقت میزنه اینه چی پرابلم کدومش گویم من شما با زنانی بیشوهر و یا طلاق دیده مثل رجبگل از نظر مردان تاجیک از احترام و اعتماد کمتر برخوردار بودند. زن که شوهر که زن شوهرش که بندگی کرد باید زن شوهر کنه. خودی بانوان میگویند موقع اجتماعی زن میتواند به خوشبختی و آبروی وی افزاید و برعکس خلل جدی وارد کند. این چیز رو البته مشاهده میکنه به قوله که قرباقه شو دارد آبرو دارد همین خیل مطلع هست در عرفیت همین بیای ما گفتند. بدون مرد تمام عمر زیستن نه تنها خودی زن را به مشکل فراوان روانی و اجتماعی گرفتار میکند بلکه فرزندان این گروهی زنان هم از جای خالی بوده مرد در کنار مادرشان اذیت میکشند. وزارت یک طفل پلنگ از شهر شملوی هندوستان ساکنان محلی را به دهشت آورد ولی از آنها دیده بیشتر این حیوان نادر وحشت زده شده است. او در زیر یک ماشین در میدان کنار دادگاه شهر پنهان شد. به احتمال زیاد پلنگ خور در جستجوی مادرش به این شهر که زمان پایتخت تابستانه مستملکه‌داران بریتانیا کبیر بوده است رسیپور گشته بود. مقامات جنگلبان‌های ممنوعگاه محلی را دعوت کردند پلنگ از زیر ماشین بیرون و به بیتاران برای تفتیش انتقال یافت.
برای امروز برنامه خبر را خلاصه میکنیم. اگر میخواهید خبرگزاری‌های از این بیشتر را پیدا نمایید پس دعوت میکنیم که به وبسایت ما www.azadi.org بروید. صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی برای شماست. آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب نیست. فردا شما را با خبرهای نو منتظر میشویم. تا آن وقت خدا نگهدار هر یک شما. از آن باشید.